احتمالا شما با خودتون فکر کردید که این همه کدات سایت ها ما از کجا میاد که بالادش مطلقا بی‌نهایته و هیچ چیز بهش دیگه آسیب نمیزن. میریم سراغ اینو که با هم بررسیش کنیم. فرضیه 1 اینه که سایت ها انسان نیست. توی مانگو انیمه وان پانچ من مرد سگ‌موشی در مقابل گاد دیدیم که گاد جهان سایت ما رو اینجوری توصیف می‌کرد که یک خالق بوده که با کمی از قدرتش این جهان رو ساخته و بعدش موجودات اینجا زیادی وادهنا شده. پس میاد چند تا گاد میسازه که روی موجودات فیلتر بذاره و این یه فرضیه قابل قبوله و احتمالاً سایتاما یا گاده یا توی فصل 1 ما دیدیم که سایت ها داشت برای خودش دلیل می بود که تا اشقاط رفتن سطح شهران می رفت بدون کولر و بخاری بودن و اینجور چیزا و همونجا توی انیمه دیدیم که جنوس یه جوری بهش گفت چرت و پرت نگو. اینا یه بوش ورزش سادن که اینقدر نمیتونن آدم رو قوی کنن و اینجا میرسیم به فرضیه دوم. دکتر جروسی که توی انیمه بود گفت شاید سایت ها گفت همه موجودات یه فیلتر دارن. هم دکتر جروس گفت چرا اگه ما بشکنم به قدرت حیه بهشون پیدا میخورم و همون دکتر جروس گفت شاید سایت ما تونسته خود این فیلتر رو بشکنه و به حقیقت قدرت انسان رسید باشه، یعنی به نهایت قدرت انسان. فرضیه سوم چیه؟ تو انیمیشن شونه توی انیمه های شونه دیدیم که وقتی یکی چیزی رو از دلش بخواد بهش میرسه و توی انیمه وان پانچ من هم اینو دیدیم این الگوریتم. البته انیمه وان پانچ من شونه نیست و یه پراوده که اومده با هر انیمه شوخی کنه و فکر میکنن یک کم شونه توی مورد زیاده روی کرده و ثابت مورد زیادی به خواستش رسونده و یک جورایی میتونه مال این باشه. فرضیه خوبی. مرسی که تو اینجا ویدیو با من همراه بودی. شرمنده که یکم پوزنم چون میده جزو اول ویدیو هم لطفا چنل من رو لایک کنین. ممنون. خلاص